تیم عزیزم وقتتون بخیر. این جلسه میخوام به شما یاد بدم که چطور اطلاعات مورد نیازتون رو داخل حافظه دستگاه ذخیره سازی کنید که حتی برق قطع شد و دوباره وصل شد برق شهر یا باتری فرقی نداره، اطلاعاتتون از بین نره و در صورت نیاز بتونید رجوع کنید به اون حافظه و اطلاعاتتون رو دوباره بازیابی کنید. پس بزنین بریم تا بهتون یاد بدم. اینجا دو تا متغیر تعریف کردیم که 256 حالت در خودش میتونه ذخیره کنه، یعنی بین 0 تا 255 هر کدوم. این بخش اومدیم کتابخونه ایتیوپی رو معرفی کردیم که میخوایم از توابعش استفاده کنیم. تو بخش ستاب اینجا اومدیم گفتیم که ما میخوایم 4 تا خونه حافظه رو ازش استفاده کنیم. هرچند اینجا من 2 تا خونه حافظه رو دارم استفاده میکنم، اما زیر 4 تا رو حتما باید عدد 4 رو بذارم و اگر 5 تا حافظه خواستم مقدار داده یا هر چیزی رو ذخیره کنم توی حافظه ایتیوپی روم، نباید 5 بذارم، باید 6 بذارم، یعنی اعداد زوج باشه. علتش رو بعدها بهتون میگم که چی است. خب اینجا گفتم مقدار اولیه خونه حافظه 1 و خونه حافظه 2 رو بریز تو متغیر اول و متغیر دوم و در نهایت این دوتا رو به من نشون بده در اولین مرحله. 1 ثانیه بعد گفتم که مقدار خونه اول حافظه رو بذار 20 اینجا، مقدار خونه حافظه دوم بذار 24 اینجا و 10 میلی ثانیه هم صبر کن و بعد ذخیره سازی نهایی رو بزن. دوباره بیا خونه حافظه اول رو بخون توی و بریزش توی متغیر اول و خونه حافظه دوم هم بخون بریز توی متغیر دوم و در نهایت این دوتا رو به من نشون بده که من برنامه رو ریختم توی دستگاه از قبل. مستقیم میریم توی قسمت سریال مانیتور و با هم مشاهده میکنیم به چه شکل هست. دیدیم اول آمد مقدار حافظه رو خوند که من از قبل این کار کرده بودم، این مقدار ذخیره شده هست. بعد دوباره رایتش کردم اینجا دوباره رایتش کردم این هست و بعد دوباره خوندمش که عدد 2024 به درستی توی خونه حافظه اول و دوم من ذخیره سازی شد. پس شما خیلی راحت میتونید از این حافظه برای ذخیره سازی دما و رطوبت و هر چیزی که نیاز دارین رو توی حافظه ایتیوپی روم دستگاه ذخیره سازی کنید. و بعدها یه نوع حافظه دیگه بهتون میگم، اونم حافظه ایتیوپی رومه. حالا یه سری فرقای بین این حافظه خود دستگاه و حافظه خارجیش هست که توی آموزش‌های بعدی حتما بهتون میگم. موفق باشید.